سلام علیکم برادرای عزیز. یک نوی طرزی نستارتر را به شما نشان میدم. دیسپچر سیم کرده چی گفتنیه. در اینجا میتونید شما وقتی که نستارتر تلفن میداره میتونید در اینجا یکم سیم کرده را خاموش میتونید. دیگه سیم کرده مثال شما در دیگه سیم کرده اینترنت داره، یکم سیم کرده را خاموش کرده بعدا دویمش کار میکند و میتوانید پیدا شدن خود را گرام کرده اینترنت را خوبتر استفاده برید. هنگام یکم و دیگه بودن سیم کرده مثال یکم دی سیم کرده کمتر اینترنت را سستر میکند و شما میتوانید در آمده نسترویک подключение да медаруем. Мебинед мобильности использование данных диспетчер сим-карта да медаруем. خیلی شما میبینید TCL مگافون است. از من مگافونم خاموش کردگی میتوانم گریان کنم. مگافونی من به کار در اومد و میتوانم خاموش کنم که اینترنتی من سستر کار کند. خیلی چیز گفتم میتوانید از همین جا در آمده از همین دیسپچر سیم کرده یکم یا دویمتان را خاموش میکنید و خوبتر استفاده میبرید اینترنت را. اگر ویدیو معقول باشد لایک را زیر کنید، کامنتری خوب نویسید و در استوری مامونید تا که همه بیند. دستگیری شما فقط لایک است برای ما. باقی در پناه خدا باشید.